با ویدیو حواشی اخیر در مورد فحاشی امیر تتلو به هواداراش. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، حتما اگه ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب کنید که واسه دلگرمی منه. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. تتلو حق داره از یه بار هواداراش نباید میفاشه بخورن. امیر تتلو چرا حق داره؟ چون از کشور دیپورت شده، از وطنش دور و میشه گفت هیچ امکاناتی نداره. خود توی آهنگاشم که شنیدیم میگه من توی خونه زندانیم. اما این تتلیتیا باعثش نیستن. یه بار که امیر تتلیتیا فوش خوردن به خاطر این بود که هوادارهای حسین به کسایی که به رپرهای نسل یک فوش شدن رفتن بالا سرشون، اما تتلیتیا هیچ کاری نکردن و یه ورش از این عصبانیت بود. دوانشم که کامنت هیت میخوردن تتلو توتول که میگفتن آره آقا هوادارهای رضا پیشرو عصبانیت رضا پیشرو هم دیدیم که فوش ننه کشید بهشون. ولی امیر تتلو هرچی هم باشه، هر جایی هم که باشه، حق نداره تتلیتیا فوش بده. قبل اینکه یه کامنت ها کشیشه بنویسی واسه من، اول بار یه دقیقه نگاه کن. الان من با تصویر این بغل براتون میبرم که چی مینویسه واسه تتلیتیا. خب ببین اینا تتلیتیا باعثش نیستن که امیر تتلو نشسته خوش ناموس داره میکشه بهشون. بعد 200 نفر پیداشون میشن، میان زیر کامنت ها مینویسن که آره تتلو عشق مایی. در هر صورت هم هیتر است هم خایمان است. دارم باهاتون روک میگم. ولی امیر تتلو به عنوان یه خواننده معروف، شخص معروف، حق نداره که به تتلیتیا همچین فحشایی رو بده و میشه گفتش که رو مایه‌های عصبانیتش از یه سریاش رو سر تتلیتیا خواهد میکنه. خب بچه‌ها هم از ویدیوی امروز حتما اگه ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب کنید که واسه دلگرمی منه. تا ویدیوهای بعدی شو خوش.